سلام، من رحمان تک‌دهقان هستم، مدرس صداسازی و آواز. یکی از مهمترین نکاتی که هنگام خوانندگی باید رعایت بکنین دینامیک صدا هستش. یعنی اینکه شما نباید به صورت فلت و صاف یک قطعه رو اجرا بکنین. فلت اجرا کردن این یک قطعه باعث ایجاد خستگی در گوش مخاطب و شنونده شما میشه. به این مصرع دقت بکنید. من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی. کاملا به صورت فلت و صاف و یک نواخت اجرا شدش. اگر به صورت طولانی مدت یک قطعه رو به همین شدت اجرا بکنین، گوش شنونده و مخاطب شما در واقع خسته میشه. به این مصرع دقت بفرمایید. من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی. زمانی که هنگام اجرای یک قطعه تغییر شدت حجم صدا یا همون دینامیک صدا رو رعایت بکنین، گوش شنونده شما دچار خستگی نمیشه و از شنیدن صدای شما قطعاً لذت میبره.